رخداد گذرگاه دیتلوف رخدادی بود که منجر به مرگ 9 کوهنورد در کوههای شمالی اورال در شب 2 فوریه 1959 شد. این حادثه در سمت شرقی حالت 40 به زبان مانسی کوه مرگ اتفاق افتاده است. از آن زمان و پس از این رخداد گذرگاهی که در آن حادثه رخ داده است به نام رهبر این گروه ایگور دیتلوف نامیده شد. چگونگی این رخداد جزء اسرار و مرگ حل نشده است. تصور کنید وسط برف، شب تاریک، -30 درجه، چادرت از داخل شکافته می شود و کسی یا چیزی دارد به چادر نزدیک می شود. صدای فریاد دوستت از بیرون می پیچد. بدو و بعد فقط صدای باد. 9 جوان رفتند اما هیچ کدام بر نگشتند. این داستان کوهنوردی نیست. داستان جنون انفرادی نیست. این داستان برخورد با واقعیت ممنوعه در قلب کوهستان شوروی است. زمستان 1959 اورال شمالی. گروهی از دانشجویان زبده و پر انرژی از دانشگاه فنی اورالوژی، سرگروه پسری منظم و محتاط بود. آخرین جملهش این چنین نوشته بود در دفترچه خاطرات: اگر زنده ماندیم قول می دهیم بخندیم. اما آن خنده هرگز اتفاق نیفتاد. چند روز بعد ارتباط قطع شد. ارتش اعزام شد و وقتی رسیدند زمین یخ زده. صدای بازرس در حال گزارش: چادر پاره شده از داخل. انگار کسی از دیواره چادر خودش فرار کرده بود. بیرون ردپاها در برف گم می شدند. آنها در دمای -30 درجه لباسهایشان را رها کرده بودند. در فاصله چند صد متری از چادر اولین جسد پیدا شد. لخت متر بعد دومی و سومی به همین ترتیب. اما اجساد اینجا داستان را عوض می کند. جمجمه ها خرد شده بودند اما بدون هیچ زخم تهاجمی خارجی. و بعد وحشت مطلق. یکی از آنها بدون زبان بود، دیگری بدون چشم. انگار کسی نه تنها آنها را کشته بلکه بخشی از وجودشان را برای همیشه برداشته بودند. بازرس ارشد شوروی جمله‌ای نوشت که هرگز علنی نشد: قدرت آسیب‌ها بیش از هر نیروی طبیعی یا حیوانی روی زمین است. گزارش را بستند مهر موم، اما این راز زیر لایه‌های برف باقی ماند. پس از کشف اجساد این گروه، تحقیقاتی که توسط مقامات شوروی انجام شد مشخص کرد که 6 نفر از آنها بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست دادند، در حالی که 3 نفر دیگر بر اثر ضربه جسمی کشته شده بودند. یکی از قربانیان آسیب عمده به جمجمه، 2 نفر ضربه شدید قفسه سینه و دیگری ترک کوچکی در جمجمه خود داشت. 4 تن از جسدها در حالی که در آب روان در یک نهر افتاده بودند پیدا شدند و 3 نفر از این 4 جسد دارای بافت نرم سر و صورت آسیب دیده بودند. 2 تن از اجساد دارای چشم‌های فرو رفته، یکی زبان و یکی ابروهای از بین رفته تجزیه شده بود. تحقیقات به این نتیجه رسید که یک نیروی طبیعی قانع کننده باعث مرگ این افراد شده است، ولی نظریه های متعددی برای توضیح مرگ های غیر قابل توضیح آنان ارائه شده است، از جمله حمله حیوانات، هیپوترمی یا ریزش بهمن یا بادهای پایین رو، وحشت ناشی از امواج فراسوت، درگیری نظامی یا ترکیبی از این
عوامل. روسیه تحقیقات جدی را درباره این حادثه در سال 2019 آغاز کرد و نتیجه گیری آن در تئوری اول آزمایش نظامی پنهان اسناد نشر کرده نشان می‌دهند که آن شب ارتش سرخ دقیقاً در همان منطقه در حال آزمایش یک موشک بالستیک جدید بودند. نورهای نارنجی در آسمان دیده می شدند. شاید این حمله صوتی یا حرارتی بوده که بدن آنها را از داخل سوزانده. اما این تئوری چرا توضیح نمی دهد که لباسهای قربانی ها به شدت رادیواکتیو بود؟ یکی از قربانی ها سابقه کار در پروژه های هسته‌ای محرمانه شوروی را داشت. آیا آنها شاهد شکست یک آزمایش هسته‌ای بودند و دولت برای پوشاندن کارش همه چیز را با تئوری بهمن دفن کرد؟ تئوری دوم چیزی فراتر از انسان. روستاییان محلی از این کوه دوری می کردند. آنها از مخلوقات شب حرف می زدند، موجوداتی که در تاریکی حرکت می کردند و از سرما هراسی نداشتند. دوربین یکی از کوهنوردها آخرین عکس را ثبت کرد. عکسی تار اما قابل تشخیص. یک شکل ایستاده بین درختها، نه انسان نه حیوان، فقط یک ناظر. آخرین کلمات ضبط شده روی دستگاه: آن دارد نگاه می کند، برگردید. شاید دردناکترین بخش ماجرا توقف زمان باشد. ساعتهای مچی تمامی اعضا در بازه‌های زمانی متفاوت متوقف شده بودند. در ساعتهای 2 و 10 دقیقه، 2 و 23 دقیقه و 2 و 25 دقیقه. آیا آنها با یک پدیده فیزیکی برخورد کرده بودند که زمان را برای هر کدام به شکلی متفاوت منجمد کرد؟ سال 2013 نسخه ای از فیلم آرشیوی نشر کرده کمتر از 48 ساعت بعد از تمام اینترنت پاک شد. کاربرانی که توانستند ببینند در میان نویزها نور دایره‌ای و صورت یک نفر در حال نفس کشیدن دیده میشد. دولت هنوز هم پرونده را حادثه طبیعی می‌داند، اما آن افراد جسدشان را از آن کوه بیرون کشیدند تا به ما بگویند که اینجا چیزی هست که نباید می‌دیدیم. و روسیه تحقیقات جدی را درباره این حادثه در سال 2019 آغاز کرد و نتیجه گیری آخر در ژوئن 2020 ارائه شد. بهمن منجر به مرگ افراد شده است. بازماندگان بهمن مجبور شده بودند به طور ناگهانی کمپ خود را در شرایط کمدید با لباس نامناسب ترک کنند و بر اثر سرمازدگی جان باختند. مطالعه‌ای به رهبری دانشمندان دانشگاه تحقیقاتی اکول پلی‌تکنیک فدرال لوزان و مؤسسه فناوری فدرال که در سال 2021 منتشر شد نشان داد که نوعی بهمن به نام بهمن تخته‌ای می‌تواند برخی از آسیب‌های کوهنوردان را توضیح دهد. دره دیاتلوف هنوز آنجاست و حقیقت هنوز در برف مدفون است. شما چه نظری دارید؟ سوء استفاده های نظامی، مخلوق ناشناخته یا خود کوهستان که تسلیم نمی شود؟ نظرات خود را کامنت کنید.